اومدی کانادا یا تو فکرشی که بیای، حتما یا میدونی یا من الان بهت میگم که پیدا کردن کار تخصصی یکی از چالش برانگیز ترین دوره های مهاجرته. توی این ویدیو میخوام خیلی کوتاه راجع به شرایط پیدا کردن کار تخصصی برای کسایی که به عنوان همراه دانشجو میان کانادا یا حالا به روش‌های مختلف با ورک پرمیت میان کانادا صحبت کنم. بعد راجع به پیدا کردن کار تخصصی برای دانشجوهایی که اینجا درس میخونن و بعد فارغ التحصیل میشن صحبت کنم و در آخر یک کوچولو راجع به رشته خودم که مهندسی محیط زیسته، شرایط کاریش، رنج حقوقیش و خلاصه جزئیاتش صحبت کنم. اگه دوست داری راجع به این چیزا بدونی با من باش. پیدا کردن کار تخصصی برای کسی که به عنوان همراه میاد یا حالا با اوپن ورک پرمیت میاد، به نظر من خیلی چالش برانگیزه. من همیشه گفتم که کار کسی که به عنوان همراه میاد از کار اون کسی که به عنوان دانشجو میاد سخت‌تره. چرا؟ چون دانشجو خب مسیرش مشخصه، درس میخونه، فارغ التحصیل میشه و بعد حالا دیر یا زود کارشو پیدا میکنه. اما اونی که همراه میاد خیلی مسیر جلوش نامعلومه و چند تا چیزی که به چشم من اومده که واقعا کمک بچه‌ها میکنه برای کار پیدا کردن الان میخوام بهتون بگم. ببین، اولین چیزی که به دردت میخوره واقعا زبان هستش. چرا؟ چون ببین زبان اگر بلد نباشی، میدونم که کسانی که همراه میان چون که برای گرفتن ویزا نیاز به مدرک زبان ندارن، اونقدری که باید و شاید متاسفانه زبان رو جدی نمیگیرن. حالا وقت ندارن، هزینه ها زیاده، به هر دلیلی زبان جدی گرفته نمیشه و میان اینجا بدون اینکه سطح زبانشون به یه حد معقولی باشه. اما خیلی این بده. چرا؟ چون که ببین وقتی زبان بلد نیستی، کار تخصصی که هیچی، کار جنرال رو هم خیلی از کارا رو نمیتونی انجام بدی و فقط انتخابات محدود میشه به اون کارهای جنرالی که نیاز به صحبت کردن نداره. بنابراین زبان یه مسئله خیلی مهمه. یادمه یه بار از مدیرم توی شرکت پرسیدم که مدیرم مسئول مصاحبه های تخصصی با افرادی که میخوان استخدام بشن، ازش پرسیدم که آیا کسی که مدرک کانادا رو نداشته باشه رو استخدام میکنی؟ گفتش که اگه زبانش خوب باشه آره. بنابراین زبان نقش کلیدی بازی میکنه. اما نکته دومی که میخوام بگم اینه که دقیقاً در ادامه صحبتم با مدیرم ازش پرسیدم خب طرفی که واسه تو رزومه میفرسته تو از کجا میفهمی زبانش خوبه یا نه؟ گفتش که اگر اینجا درس خونده باشه یا مدرک داشته باشه، خب کسی که تونسته اینجا درس بخونه نشون میده که حتما زبانش خوب بوده یا حداقل توی این دوره درس خوندن زبانش خوب شده. بنابراین شانس بیشتری داره برای اینکه من بهش مصاحبه یا اینترویو بدم. بنابراین نکته اول زبان. نکته دوم که نشون میده حالا هم تخصص داری، همین که زبانت خوبه، یه مدرک یا سرتیفیکیت. به خاطر همین دیدم که بچه‌هایی که به عنوان همراه میان یا با ورک پرمیت میان، یه سریاشون تصمیم میگیرن که برن اصلا درس بخونن. حالا تو دانشگاه استاد پیدا میکنن، ارشد میخونن، دکترا میخونن، یا حتی تو کالج‌های دوره‌های کوتاه 1 ساله 2 ساله برمی‌دارن، یا حتی یه سری مؤسسات هستش که سن و سالم واقعا نمیشناسه. یعنی حتی مادر نامزد منم توی این مؤسسات رفتن ثبت نام کردن، توی یه زمینه تخصصی لایسنس یا سرتیفیکیت میدن، مثلا کار ابرو، کار فیشال، کار پوست، کار فنی حرفه‌ای تخصصی. حالا هم توی شهرهای بزرگتر یا دوره‌های آنلاین میتونین مؤسساتی که سرتیفیکیت‌های معتبر کانادایی میدن رو پیدا بکنید. حالا چه به زبان انگلیسی، یه تعداد محدودی هم مؤسسات هستن که به زبان فارسی این خدمات رو ارائه میدن. بنابراین حالا شرایط دومی که خیلی کمک میکنه به کار پیدا کردن، داشتن سرتیفیکیت یا مدرکه. اما یه حالت سومی هم هست که شما نمیخواین برین دانشگاه، مؤسسه، کالج سرتیفیکیت یا مدرک بگیرین و به صورت خودخوان میشینین آزمونای مربوط به اون در واقع مدرک رو پاس میکنین. چون ببین مثلا وقتی شما تو ایران مهندسی خوندی، اینجا تو کانادا مهندس حساب نمیشی، باید بری آزمون نظام مهندسی بدی تا مدرکت معادل بشه. این داستان فقط برای بچه‌ای که خارج از کانادا درس خوندن نیست، حتی کسایی که داخل کانادا هم خوندن باید 1-2 سال کار کنن، بعدش آزمون نظام مهندسی بدن تا اجازه داشته باشن به خودشون بگن مهندس. حالا این داستان فقط برای مهندسان نیست، برای مثلا معمارا هم هست. من اینجا یه لیستی دارم. برای معمارا هست، برای تکنسینای فنی هست، برای مثلا کسایی که حتی میخوان انرژی ادوایزر بشن هست، برای کسایی که مدیریت پروژه تو زمینه مدیریت پروژه میخوان کار کنن هست. حالا آزمون‌های مختلفی هست که اسمای مختلفی داره، حالا من یه کوتاه بهشون اشاره میکنم. اما
این آزمونا رو باید بدین تا شما به عنوان فرد متخصص تو این زمینه اجازه داشته باشین کار کنین. یه کاری که بچه‌ها من دیدم میکنن اینه که میشینن به صورت خودخوان این آزمونا رو میخونن، براشون آماده میشن، آزمونا رو میدن و اون باز یه مدرک معتبری میشه برای تخصص و زبانشون که با اون میتونن وارد بازار کار تخصصی بشن. حالا برای آماده شدن برای این آزمون‌های تخصصی خب یه روشش خودخوانه، اما یه روش دیگه مؤسساتی هستش که یه سری دوره‌های آموزشی برگزار می‌کنه که شما رو برای این در واقع مدارک یعنی امتحانات آماده می‌کنه. یکی از مؤسساتی که من الان می‌خوام تو این ویدیو معرفی کنم و اسپانسر این ویدیوی منم هستن، مؤسسه فناورانه که دفترشون توی تورنتو هستش و کار اصلی یعنی چند تا کار انجام میدن، اما کار اصلی که انجام میدن اینه که یه سری دوره‌های آمادگی آزمون‌های مختلف رو برگزار میکنن برای فارسی زبانان به زبان فارسی که شما برای آزمون‌های مختلف آماده بشین. مثلا کسی که میخواد به عنوان مهندس تمام با حق امضا کار بکنه باید مدرک PEng بگیره، یعنی Professional Engineer، و یه آزمونی به نام NPPE باید بده که خب آزمون سختی از قسمت‌های مختلف تشکیل شده و مؤسسه فناوری این سری دوره‌های آمادگی آزمون برای این آزمون داره. یه چیز دیگه برای معمارا که آزمونشون به نام XAC اگر اشتباه نکنم هستش که باز دوره‌های آمادگی آزمونش تو مؤسسه فناوران برگزار میشه، دوره‌هاشون آنلاینه. برای تکنسین‌های فنی آزمون رد سیل باید داده بشه که بازم این مؤسسه دوره‌های آموزشیش رو برگزار میکنه. همینطور برای انرژی ادوایزرها که آزمون خاص خودشون دارن و برای بچه‌هایی که مدیریت پروژه میخوان کار کنن و آزمون PMP باید بدن. خلاصه این یه بخشی از کارهاییه که مؤسسه فناوران میکنه. کارهای دیگه‌ای که انجام میدن که ممکنه به دردتون بخوره رو من خیلی کوتاه لیستشو میگم. اینه که اولا حالا جدا از دوره‌هایی که برگزار میکنن مشاوره کاری و شغلی تخصصی میدن، یعنی به شما میگن آقا با توجه به شرایط چطوری میتونی کار کنی، کجاها میتونی کار کنی، کجا دنبال کار بگرد. بعد بجز اون مشاوره کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار خودتون رو میدن، یعنی اگه بخوای خودت بری بیزینس خودتو بزنی میتونی ازشون مشاوره بگیری. یه سری وبینارهای رایگان برگزار میکنن راجع به کلا کار تخصصی پیدا کردن تو کانادا یا بیزینس زدن تو کانادا. براتون تشکیل پرونده میدن و رزومه‌ای که لازم دارین که باش اپلای بکنین رو براتون نگارش میکنن، مینویسن یا ویرایش میکنن. کارهای منتورینگ هم انجام میدن برای کسانی که میخوان تو زمینه‌های تخصصی و به عنوان تکنسین فنی برن سر کار. خلاصه این مجموعه کارهایی که انجام میدن من لینک وبسایتشون و پیج اینستاگرامشون رو توی کپشن این ویدیو میذارم. اگه دوست داشتین بهشون سر بزنید، دوره‌هاشون رو ببینید، شرایطشون رو ببینید، شاید به دردتون بخوره. حالا بریم سراغ کار تخصصی پیدا کردن برای دانشجوهایی که اینجا درس میخونن، بعد فارغ التحصیل میشن دنبال کار تخصصی میگردن. با اینکه این مسیر به نظر خیلی هموار و ساده میاد، اما میتونم بگم بزرگترین استرسی که همه ماها کشیدیم و کسی که دانشجو میکشه اون دوره‌ایه که داره به فارغ التحصیلیش نزدیک میشه یا فارغ التحصیل شده و حالا داره دنبال کار میگرده. من چندین نفر رو دیدم که توی این دوره دچار افسردگی شدن، اذیت شدن و حتی به برگشت به ایران فکر کردن و شرایط واقعا آسون نیست. یعنی خودتون رو آماده کنین برای اینکه با این استرس روبرو بشین. حالا درسته که اگر مثلا دورتون 2 ساله یا بیشتر از 2 سال باشه به مدت 3 سال بهتون اجازه کار میدن، اگه دوره کوتاه‌تر از 2 سال باشه به اندازه طول دوره تحصیل بهتون اجازه کار میدن. بنابراین وقت دارین برای کار پیدا کردن، اما اون استرس کار پیدا نکردن یا به هر کاری راضی شدن با حقوق کم یا اینکه مثلا اینکه اقامت آدم دچار مشکل بشه، اینا همه استرس و فشاره. کاری که به نظر من آدم میتونه توی اون دوره یا حتی تو دوره دانشجویی، به نظر من تو دوره دانشجویی حتی بهتره انجام بده که بتونه شانس کار پیدا کردنشو بالا ببره، بچه‌ها فقط پیدا کردن کانکشنه. یعنی شاید باورتون نشه تو کانادا اینکه یکی تو رو برای یه کار معرفی بکنه خیلی جلو میندازه آدمو تا اینکه آدم بخواد برای 1000 تا کار خودش اپلای بکنه. بنابراین تا جایی که میتونید تو دوره دانشجوییتون برین بگردین دنبال کانکشن. حالا این کانکشن که چه کسانی میتونن باشن؟ اول میتونن دانشجوهای قدیمی استادتون باشن، بهشون تو لینکدین پیام بدین، باشون ارتباط برقرار کنین. همون موقع که دانشجویی هملبیاتون میتونن کانکشن خوبی براتون بشن. چرا؟ چون که شاید زودتر شما برن سر کار و میتونن به عنوان ریفرال شما رو معرفی کنن.
و توی کنفرانس های داخلی کانادا شرکت بکنین، حالا پرزنتیشن داشته باشین و به جز اون برین با آدما صحبت کنین. از شرکت های مختلف میان معمولا اونجا صحبت کنین، کانکشن پیدا کنین، بهشون بگین دنبال کار میگردین. چهارمین جایی که ممکنه کمکتون کنه اینه که تو دانشگاه یه سری جلسات ارتباط با صنعت برگزار میشه معمولا، اونا رو حتما سعی کنین شرکت کنین. چک کنید اگه کمپانی که میاد مثلا با زمینه کاری شما کارش یکیه، حتما برین جلو، خودتون رو معرفی بکنین، طرفو تو لینکدین فالو بکنین. یادم اون موقعی که داشتم فارغ التحصیل میشدم به هر کی میرسیدم ازش میپرسیدم به من چیکار بکنم که رزومم قوی بشه که بتونم راحت‌تر مصاحبه بگیرم یا حالا کار بگیرم. و باورتون نمیشه 90% آدما میگفتن اصلا مهم نیست که، نه اینکه حالا اصلا مهم نیست، ولی این که چه چیزایی بلدی خیلی مهم نیست، بیشتر اون کانکشنه و اینکه چه کسی تو رو برای اون کار معرفی میکنه مهمه. چرا؟ چون باور اینه که کار ما خودمون یاد طرف میدیم، اینی که چه چیزایی باید انجام بده. آره درسته تو یه بک‌گراند باید داشته باشی، اما دقیقاً این که چه چیزایی باید انجام بدی و خودمون یادت میدیم. اما چیزی که ما نمیتونیم یادت بدیم و نمیتونیم تو تغییر بدیم شخصیت و در واقع پرسونالیتی توئه، که اگر یکی تو رو معرفی کنه در واقع مهر تاییدیه بر شخصیت تو، برای اینکه آقا تو آدمی نیستی که تو محیط کار برای ما ایجاد مشکل بکنی. به خاطر همینه که اینقدر به ریفرال اهمیت نه. حتی شرکت‌های پروگرامایی دارن که به کارمندای خودشون یه پولی میدن اگه یکی رو معرفی کنن. بنابراین خیلی به معرف اهمیت میدن. حواستون باشه برای پیدا کردن کار تخصصی بعد فارغ التحصیلی میتونم بگم فقط و فقط و فقط دنبال معرف بگردید. و در آخر میخوام یه کوچولو توضیح بدم راجع به رشته خودم که مهندسی محیط زیسته، که کلا خیلی از رشته‌های مهندسی همین شرایطو دارن، البته بجز مهندسی کامپیوتر که اصلا شرایطش فرق میکنه. ولی توضیح بدم راجع به شرایط کار پیدا کردنش و رنج حقوقی که آدم بعدش میره سر کار. برای رشته مهندسی محیط زیست یا خیلی دیگه از مهندسی‌ها مثل مکانیک، مثل برق، مثل عمران، خب حالا بچه‌ها میان اینجا ارشد یا دکترا میخونن و بعد شروع به گشتن دنبال کار میکنن. شرایط اینجوریه که کسانی که مثلا ارشد خوندن، حالا کارشناسی یا کارشناسی ارشد خوندن، اولش به عنوان جونیور معمولا میرن سر کار و برای رشته محیط زیست اگه بخوام خیلی خاص بگم توی زمینه‌های مختلفی میتونن برن سر کار، بسته به اینکه تزشون یا زمینه کاری دوران دانشجوییشون روی چه زمینه‌ای بوده باشه. مثلا مهندسی محیط زیست به آب و فاضلاب تقسیم میشه، ممکنه روی کلایمت چنج یا تغییرات آب و هوا باشه، ممکنه روی مثلا ریسک اسسمنت جاهای مختلف، مثلا برای معادن، مثلا برای کلا بخوام برن اسس کنن که شرایط محیط زیستی اون مثلا معدن چجوریه. بنابراین زمینه‌های کاری مختلف داره که خب من توی زمینه تصفیه فاضلاب کار میکنم. حالا چه برای محیط زیست چه برای رشته‌های دیگه، وقتی آدم میخواد بره سر کار با مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد، معمولا به عنوان جونیور میره سر کار. وقتی آدم با جونیور میره سر کار یه مقدار خب کاری که بهش میدن بیسیک تره و مخصوصا توی رشته محیط زیست و مثلا عمران، رشته هایی که آدم پتانسیل اینو داره که آدم بره بیرون کار کنه یا سایت ورک بهش میگن انجام بده، معمولا جونیورها رو میفرستن بیرون که برن کارهای یدی و کارهای سخت و مثلا سامپلینگ و نمیدونم مثلا برای عمران اگه راهسازی باشه مثلا برن تو جاده به عنوان مهندس ناظر وایستن. خلاصه کارهای فیلد ورکو بیشتر به بچهای جونیور میدن متاسفانه و حقوق هم خیلی بالا نیست راستشو بخوایم. برای خیلی رشته‌های مهندسی وقتی شما به عنوان جونیور میری سر کار، البته به شهری که توی زندگی میکنی هم بستگی داره، اما میتونم بهت بگم تو شهرهای کوچیک حقوق از $50,000 در سال شروع میشه و حالا تو شهرهای بزرگ مثلا حقوق بین $60,000-65,000 که خب از این حقوق یه چیزی هول و هوش 25 تا 35% هم باید به عنوان مالیات و هزینه‌های جانبی کم بکنین و ما تفاوت به شما داده میشه. یعنی یه چیزی میتونم بهتون بگم کسی که به عنوان جونیور میره سر کار تهش یه چیزی بین شاید مثلا 2700-800 تا مکسیموم 3500-4000 تا در ماه دستشو بگیره که خب باز میگم بستگی به شهر داره، بستگی به کمپانی داره که توش کار میکنین، ولی رنج حقوقی جونیور اینه. حالا کسی که اینجا پی اچ دی خونده یه ذره شرایطش متفاوته، از این نظر که خب اولا یه ذره ممکنه تعداد شغلا براش کمتر باشه، چون برای خیلی از شغلا اوور کوالیفاید میشه اصطلاحاً، یا نمیدونم فارسیش چی میشه ولی اوور کوالیفاید میشه و برای
خیلی از جابا نمیتونه اپلای کنه. بنابراین این از این. اما مورد بهتر اینه که وقتی میره سر کار دیگه به عنوان جونیور نمیره سر کار. پوزیشنایی که معمولا بچهای پی اچ دی میگیرن یه مقدار لولشون بالاتره، رنج حقوقیشون هم بالاتر. یعنی مثلا اگر اون جونیور یه چیزی بین 55 تا 65 تا میگیره، مثلا پی اچ دی ممکنه حقوقش بین 65 تا 75 تا شروعش باشه. این رنجی که میگم خیلی رنج تخمینیه همینجوری برای بچه‌هایی که مهندسی میخونن، بجز بچه‌های کامپیوتر. بچه‌های کامپیوتر اصلا کلا با حقوقای بالاتر میرن سر کار. ولی در کل این رنج حقوقا شرایط کاریش هم اینه که باز میگم کانکشن داشتن نقش اول بازی میکنه. اینکه شما یه نفر رو بشناسی که توی فلان شرکت کار میکنه و شما رو معرفی بکنه، چون اصلا معرفا لینک مخصوص خودشونو دارن برای اینکه شما از طریق لینک اونا اپلای بکنی، اصلا رزومت جدا میشه. البته اینو بگم، وقتی معرف داشته باشی به این معنی نیست که حتما کارو میگیری، یا معرف داشتن فقط به این معنیه که شما شانس گرفتن مصاحبت بیشتر میشه. مصاحبه میگیری، حالا اینکه دیگه تو مصاحبه عمل کرده چی باشه دیگه به خودت بستگی داره و اینکه استخدام بشی یا نه به خودت بستگی داره، اما شانس گرفتن مصاحبت رو میبره بالا. و سوال آخری هم که میخوام جواب بدم اینه که خیلی بچه‌ها از من میپرسن که برای رشته تو ما باز بریم چه چیزی یاد بگیریم یا چه چیزی به رزوممون اضافه کنیم که راحت‌تر بتونیم کار پیدا کنیم. این سوال یه ذره خیلی جنراله بچه‌ها، به خاطر اینکه مهندسی محیط زیست یا کلا هر مهندسی دیگه، حتی عمران، حتی مکانیک، زمینه‌های کاری خیلی متفاوتی داره. یعنی بستگی به این داره که شما تو چه زمینه‌ای داری کار می‌کنی. مثلا آب و فاضلابی، مثلا میگم آب و هوایی، یعنی اصلا انقدر چیزای مختلف داره که نمیشه براش یه فرمول داد که آقا برو اینو یاد بگیر به دردت می‌خوره که بری سر کار. اما باز میگم دوره‌های کورسرا میتونه مفید باشه برای بچه‌هایی که مثلا میخوان حالا سرتیفیکیت اضافه بگیرن توی یه زمینه خاص. دوره‌های لینکدین میتونه مناسب باشه. اما آخرش تهش برمیگرده به این که تو دوران دانشجویی رو چه پروژه‌ای کار کردی، چه تزی کار کردی، بازدهی چقدر بوده و در نهایت متاسفانه اینکه چه کسایی رو میشناسی و چه کسایی تو رو میشناسن. بنابراین خیلی خودتون درگیر این نکنین که برم چی یاد بگیرم به رزومم اضافه کنم به دردم بخوره. اما اگه خیلی دوست دارین این کارو بکنین، پیشنهاد میکنم که برو قبل از فارغ التحصیلی جاب پستینگ های رشته مربوط به خودت و زمینه مربوط به خودت رو نگاه بکن، مخصوصا برای حالا جونیور، یا اگه پی اچ دی هستی برای یه لول بالاتر مثلا اینترمدییت. جاب پستینگ ها رو نگاه بکن، ببین تو جاب پستینگ ها چه ریکوایرمنت هایی هست. مثلا اگه نرم افزار خاصی خواستن، اگر نمیدونم مدرک خاصی خواستن، شروع کن برای اون نرم افزار یا اون مدرک خوندن و اون رو به رزومت اضافه بکن. این تنها کاریه که میتونی انجام بدی که متوجه بشی دقیقاً هر شرکت چی میخواد. اما اینم باز خیلی ریسکیه، چون هر شرکت با یه شرکت دیگه متفاوته و ممکنه چیزای متفاوتی بخواد. اگه تونستی یه چیز مشترک بین جاب پستینگ شرکت های مختلف پیدا کنی، حتما برو اون رو یاد بگیر. امیدوارم این اطلاعات به دردت خورده باشه و مرسی که با من بودی.